همین 80% تاجک هستیم. ما شما هستیم دیگه. 80% تاجک هستیم. ما شما هستیم دیگه. دوستو عزیز، رشاد ظاهر پسر مرحوم احمد ظاهر میگه من تاجک هستم، اما با آدرس باید توهین تحقیر صورت میگیره که چرا حجت خود را مشخص کرد. نمیدانم چرا یک تعداد انسان ها را زور میده. این هنرمند هست، هنر و حجت خود را در بدل پول به فروش نمیرسونند. یک تعداد را که میبینید اینها با پول خود را میفروشند، اینا دلاک هستند، آوازخوان و هنرمند گفته نمیشن. اینا دلاکایی هستند که در گذشته اینا را در خانه دعوت همگی میکرد و در بدل یک سیر گندم سرشان آهنگ میخوند. با جز از شبانه مهریار و پسر مرحوم احمد ظاهر و یک تعداد محدود هنرمندان دیگر را اکثریت چون که میبینید اینا هویت فروش و دلاک گفته میشه.